در کندز دهها تن از دکتران و مالکان درملتون‌های شخصی امروز شنبه در محوطه شفاخانه حوزوی این ولایت در پیوند به اختطاف و نامنی‌ها در شهر کندز دست به اعتصاب کاری زدند. بر اساس گفته‌های آنان که این اعتصاب کاری به این معنی نیست که گویا زندگی مریضان را با خطر مواجه کنند، چون همکنون عرضه خدمات در این شفاخانه به شکل سابق جریان دارد. بعد از گذشت 2 هفته در مورد سرنوشت فرزند ارجمندی پروفسور سوی ما کدام روشنی را ما دریافت نکردیم. این دکتران معترض هشدار دادند اگر مقام‌های محلی کندز در خصوص رهایی این طفل اختطاف شده گام‌های عملی نبردارند، آنان به اعتصاب کاریشان ادامه خواهند داد. دیگه این خو یک چیز مدنی فعلا نمیشه، کل یک جمع است. اگر این دوام کنه ممکن به سطح شهر شود، به سطح ولسوالی شود، به سطح افغانستان شود. از سوی دیگر جنرال عبدالحمید حمیدی قماندان امنیت کندز میگوید که در خصوص رهایی طفل ربوده شده سعی و تلاش ارگان‌های امنیتی جریان دارد. پلیس هم نیروی ریاست امنیت ملی یک گروه مشترک سر این موضوع کار میکنه با پیشرفت‌های دست یافتن، اما ما نمیشه که بعضی مسائل تا قبل از اینکه به هدف برسیم با مردم نمیتونیم را شریک بسازیم. دکتران کندز و مالکان درملتون‌های مرکز این ولایت در حال دست به اعتصاب کاری میزنند که در این اواخر دزدی‌های مسلحانه، قتل‌های پی در پی، اختطاف‌ها و نامنی‌ها افزایش یافته و باشندگان این ولایت را در مورد آیندهشان نگران ساخته است. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.